با فکر ما ملیسه‌های حاضره هم با طلبات‌ها موافق هستند. بله. ما ملیسه را تا حال ندیدیم که مناسبتی بد داشته باشد با شهروندان. راضی هستیم. بله، انسان‌های خوب هستند از همه جهت. آنها با ما کمک میکنند، راه نشان میدهند، به مسئولیت نیستند. اگر که هر ماه با تئاتر و کتابخانه ها روان با بهتر میشه. بله. چندین بارها دیدم در حالت‌های میشود که وظیفه ملیسا همین است که مثلا همون حقوق شهروندی عادی باید که رعایت کرده شود، محافظت کرده شود، ولی میشود حالت‌های شخصا خود من چندین بارها یعنی که شاهد شدم که همون از جانب خود ملیسا میشود که همون یعنی که گپ‌های قبیح گفته میشود جانب شهروندان یا اینکه یگان حرکت‌های ناجایی کرده میشود که البته که همون تاثیر همون حرکت‌های همون ملیسا همون کارمند تاثیر میگذارد به دل همون شهروند که یک حسیات بدبینی نسبت به کارمندان ملیسا پیدا میشود. ملیسا گفتیم که همون چه بگم همون وظیفه‌اش همین است که باید که مردم رو حمایت کند، نه اینکه به مردم ضرر رساند و دل مردم رو نسبت به حکومت یعنی که دل مردم رو از حکومت مانوند یا اینکه کارهای بمونند همین خبر رو انجام دهد. البته خواهشمندیم که خواهش داشتیم که کار ملیسا بهتر و خوبتر گردد و تمام مردم نیز دوستدار ملیسا باشند و دستگیری اصلا کارمندان ملیسا باشند. ما تا حاضر یگان جو ندیدم که ملیسای تاجیک یک کس مجبور قبیده و اگر میشد دشنام کرده باشد یگان گپی قبیح گفته باشد. چمو من اخه اکفتیم گفته کشل کرگه این بوده که تله کرگه بیشتر من دامچتی چیشته بودم ده یه بوریا جمع خواهیم داشته بودم دامچتی باشته بودم بالای سلطانی کبیر ایکو یه بچه یوش دیگه هوای همین گفته که من گفته در روز برفی من خیلی گفته تله کرگه گفتم مول بس من چه بالا زوتون جواس میکنم راه چیکار میکنی کنف دیگه من ده من دفعه بخاطر من به خدا میسپارم خودش میسرشته کنم ما همین لوبای گدار همین تو اینوایلی تا و تو برجام میشه همین لوبای یخ مچدون میکنه غمیتیا بور میکنه خودش ابلا و میکنه بور میکنه میبرن همونجا و دامورا همونجا مرقم بدگیه همونجا که میبرن محکم میکنه کو یخش من همین بوده که من بدگیه امور بیای جوگی گدار چی میتابی ما گفتم تو من بیاد خورم شما ما اکشته چی نمیگیرم من خلق انسان میبینه پروند مایبه لوبای که تام دیگه میتونه میتیا ما اکشته چی نمیگیرم